من با شما از تحت دل تحسین کردم و حتی که شما را دوست داشتم و شما را همچون یک مردی بزرگ شناختم. شما عالم را به یک جایگاهی بهتر عوض کردید و به مردمی وقتی خود الهام بخشیدید. اما اون وقتی شما بود، وقتی من فرق میکند از وقتی شما. مشکلاتی من، احتیاجاتی من، همه چیزی من دیگر است از وقتی شما. و برای همین من در فکر غوطیدم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که شما در هر مشکلات سخت من مرا الهام می بخشید. در خانه، در کار، فرق ندارد که در کجا بودم و با کی بودم. در اصل من هیچ وقت فکر نمی کردم از حیات شما الهام می گیرم. اما وقتی که کردم، یافتم در همه جا پیامبری خدا. نه تنها شما مرا الهام بخشیدید، بلکه شما تمامی دنیا را دیگرگون ساختید.